اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، بترسید از پروردگارتان، الذی، آن ذاتی که خلقکم، آفرید شما را، من نفس واحدة، از یک تن، و خلق، و آفرید منها، از او، زوجها، همسرش را، و بث منهما، و پراکنده کرد از آن دو، رجالا کثیرا، مردان بسیار، و نساء، و زنان را. واتقوا الله، و از الله بترسید، الذی، آن ذاتی که تساءلون، درخواست میکنید از یک دیگر، به، به نام او، والارحام، و از گسستن خویشاوندی ها. ان الله کان علیکم رقیبا، همانا الله است بر شما نگهبان. و آتوا الیتامی، و بدهید به یتیمان، اموالهم، مالهایشان را، ولا تتبدلوا، و جایگزین نکنید، الخبیث، مال ناپاک را، بالطیب، به مال پاک، ولا تأکلوا، و نخورید، اموالهم، مالهایشان را، الى اموالکم، با مالهای خودتان، انه کان، که آن است، حوبا، گناهی، کبیرا، بزرگ. و این خفتم، و اگر ترسیدید، الا تقسطوا، که عدالت نکنید، فی الیتامی، درباره دختران یتیم، فانکحوا، پس نکاح کنید، ما، آنچه را که طاب لکم، خوش آید برای شما، من النساء، از زنان، مثنی، دو، و ثلاث، و سه، و رباع، و چهار. فإن خفتم، پس اگر ترسیدید، الا تعدلوا، که عدالت نکنید، فواحدة، پس به یکی اکتفا کنید، او ما ملکت، یا به آنچه مالک شد، ایمانکم، دستهای شما، یعنی کنیزان، ذلك ادنا، این نزدیکتر است، الا تعولوا، به اینکه ستم نکنید، و آتوا، و بدهید، النساء، بزنان، صدقاتهن، مهرهایشان را، نحلة، از روی میل و خوشی، با طیب خاطر. فإن طبنا، پس اگر بخشیدن، لکم، به شما، عن شیء، چیزی، منه، از آن را، نفسا، یعنی با رضایت خاطر، فکلوه، بخورید آن را، هنیئا، گوارا، مریئا، نوشجان، ولا تؤتوا، و ندهید، السفهاء، به بیخردان، اموالکم، مالهایتان را، التي جعل الله، که گردانیده است الله، لکم، برایتان، قیاما، سبب پایداری، سبب زندگی، وارزقوهم، و بخورانید با آنان، فیها، از درآمد آن، واکسوهم، و بپوشانید آنها را، و قولوا، و بگویید، لهم، با آنان، قولا معروفا، سخنی پسندیده، و ابتلوا، و بیازمایید، الیتامی، یتیمان را، حتی اذا، تا هنگامی که بلغوا النکاح، برسند به سن ازدواج، فإن آنستم، پس اگر دریافتید، منهم، از آنان، رشدن، کاردانی را، فادفعوا، انگا بدهید، الیهم، با آنان، اموالهم، مالهایشان را، ولا تأکلوها، و نخورید آن را، اسرافا، به اسراف، و بدارا، و شتاب، ان یکبروا، از ترس آنکه بزرگ شوند، و من کان، و آنکه باشد، غنیا، توانگر، فلیستعفف، پس باید خودداری کند، و من کان فقیرا، و کسی که باشد نیازمند، فلیأکل، پس بخورد، بالمعروف، به شایستگی. فاذا دفعتم، آنگاه که باز میگردانید، الیهم، به آنان، اموالهم، مالهایشان را، فاشهدوا، پس گواه بگیرید، علیهم، بر آنان، و کفی بالله حسیبا، و همین بس که الله حساب رس است. للرجال، برای مردان، نصیب، سهم است، مما، از آنچه ترک، بر جای نهند، الوالدان، پدر و مادر، والاقربون، و خویشاوندان، وللنساء، و برای زنان، نصیب، سهم است، مما، از آنچه ترک الوالدان، بر جای بگذارند، پدر و مادر، والاقربون، و خویشاوندان، مما، از آنچه قل، کم باشد، منه، از آن، او کثر، یا بسیار باشد، نصیبا مفروضا، سهمی است که معین و مقرر، مفروضا، معین و مقرر. و اذا حضر القسمة، و چون حاضر شوند به هنگام تقسیم میراث، اولو القربا، خویشاوندان، غیر وارث، والیتامی، و یتیمان، والمساکین، و بینوایان، فارزقوهم، پس بدهید بهشان چیزی، منه، از آن، و قولوا، و بگویید، لهم، به آنان، قولا معروفا، سخنی پسندیده، ولیخشى الذین، و باید بترسند آنانی که، لو ترکوا، اگر به جای بگذارند، من خلفهم، پس از مرگ خودشان، ذریة، فرزندانی، ضعافا، ناتوان،
خافوا علیهم که می ترسند بر آنان، فلیتقوا الله پس باید از الله بترسند، ولیقولوا و باید بگویند قولا سدیدا سخنی استوار. ان الذین همان کسانی که یاکلون میخورند اموال الیتامی مالهای یتیمان را ظلما بسیطا، انما جز این نیست که یاکلون میخورند فی بطونهم در شکمهایشان نارا آتشی را، و سیصلون و بزودی درآیند سعیرا در آتشی رفروخته. یوصیکم الله سفارش میکند به شما الله فی اولادکم درباره ارث فرزندانتان، للذکری برای مرد مثل حظ برابری بهره الانثیین دو زن است. فان کن پس اگر وارثان همه باشند نساء زنان فوق اثنتین بیشتر از دوتا، فلهن پس برای آنهاست ثلث ما ترک دو سوم آنچه بر جای گذاشتند. و این کانت و اگر باشد واحدتا یک دختر، فلها پس برای اوست النصف نصف میراث، ولی ابویه برای پدر و مادر میت، لکل واحد برای هر یک منهما از آن دو السدس یک ششم است، مما از آنچه ترک بر جای نهاده است. این کان له ولد اگر باشد برایش فرزندی، فإن لم یکن له ولد پس اگر نباشد برایش فرزندی، و ورثه و ارث برند از او ابواه پدر و مادرش، فلأمه پس برای مادرش الثلث یک سوم است. فإن کان له پس اگر باشد برایش اخوة برادرانی، فلأمه آنگاه برای مادرش السدس یک ششم است. من بعد وصیت این تقسیم پس از وصیتی که یوصی بها وصیت میکند به آن، او دین یا پس از قرض، آباؤکم پدران و ابناؤکم و فرزندانتان که وفات میکنند، لا تدرون نمیدانید ایهم اقرب کدامشان نزدیکتر است لکم به شما نفعا از جهت سود، فریضة من الله این سهم بندی یا ای ارث حکم است مقرر از جانب الله. ان الله کان علیما حکیما همانا الله است دانای سنجیده کار.